خب اینجا قنات آسیاب وزیری بود. اینجا مسیر قنات هاست از اونجا. هستن حالا دارن بچه ها حدس میزنن اینجا چه خبر و چطوری کار میکرده. نفسمون بند اومد. اینم عمق چای اصلا خیلی تشخیص نمیشه داد، ولی کن اینجا نشون میدم. ما که داریم نفس میزنیم به خاطر اینکه از اینجا اومدیم. حالا مسیر پله ها هم نشون میده. اینا که آب بوده. باز کجا میره؟ بریم بالا؟ نمیخورد. اینجا چیه؟ حیف که از پله های این شکلی میترسم. ما هم یه سراغی نمیدونم چیه. از کاربرش چی بوده؟ دمشون گرم از این مهندسی زیبا. من برم پایین. جانم. ها دیگه بقیهش پله آهنیه. من خیلی علاقه به پله آهنی ندارم. اوپس. حالا این یه ذره باز پله میخوری میره بالا، ولی یه سوراخ شبیه همینه دیگه. من ترسیدم برم بالا. خب اینم راه برگشت. ایشونم سارا خانومه. سارا خانوم هستن. تو دوربین تو نگاه نکن، جلو پاتو نگاه کن. آره. اینجا رو مراقب کم بره پایین. عمق داستان متوجه شی؟ چون تلش سگوشه. آره. داریم میریم سمت بچه فکر کن یهو برقا بره الان. ما اول آسیاب بودیم بعد اومدیم بالا. جیغ میزنیم. خوام برم آسیابو نشونتون بدم و بعد دیگه فیلم رو تمام کنیم و کنده. ایشون هم سرجون هستن دیگه نیومدن. گفتن ما قبلا اومدیم دیگه. اینطوری اینجا هم از این زیر آب بوده که این چرخه رو تکون میدونه و همه میآوردن گردنماشون اینجا و آسیاب میکردن و تحویل میگرفتن. به شدت راهش طولانیه که توی این الان راهروها با پله است. راهروها پله دارن ولی خب میگن که شیبدار بوده. پله الان تازه گذاشتن. اینجا محل نگهداری چهارپایان بوده. اینجا میذاشتنشون، بارو میبردن این طرف آسیاب میکردن. بعد این قنات به عنوان طولانی ترین قنات جهان به طول 85 کیلومتر به ثبت جهانی رسیده. بله سعی میکنم برم بالا نشون بدم که ما چه مسیری اومدیم. آها اینجا هم محل استراحت. ببینید ورودی آسیاب این شکلی بوده. بعد خاک اینجا محل استراحتگاه بوده. حالا دوستانی که میخواستن بیان برای آسیاب کردن میخواستن استراحت کنن اینجا مینشستن مثل اینا. بله اینجوریست. ایشون هم سلمان خانومه که این همه سر صدا میکنن. فیلم ما رو داره خراب میکنه دیگه. برگردیم تا من بهتون نشون بدم چه مسیری اومدیم. کلی مسیر اومدیم پایین. گفتن که اینها شیب بوده و جدیدن اینها رو پله کردن که راحت بیان پایین و استفاده بکنن. جونم عزیزم. آره
این هم ادامهش. دیگه نمیرم.